نام مریم است. نام پدرم پاینده محمد. ما پدرم یگانه کسی بود نادر خانواده ما بود. ما برادر ندارم، یک خور دارم، رای مادرم هستم بس. پدرم حجیر وزارت ترانسپورت بود، وزارت ترانسپورت کار میکرد، حجیر بود. با ما شکم یک میر 5000 گذاری ما میشد، زندگی ما را پیش میبردیم. ما کسی دیگه نبود به جز امو بود که گاهی ماده تحصیل ماده کل چیز ما کمک ما میکرد. بالاخره در سایه مدام حتی وزیر اکبر خان که تاری شد دوجا پدرم از دست داد. ما از دست وقتی که از دفتر میبرم طرف خانه میامد. ما از خانه مرد نداشتیم. شب هم بود، ما و مادرم وقتی بیرون شدیم شب همسایه مامرای ما جا شد گفت ما میبرمتون. موتر در بس گرفتیم، دو وقت شب حرکت پیم رفتیم. شفاخانه رفتیم. پیش شفاخانه بودیم که زنگ آمد از مامایم که وطن است و زنگ زد گفت فس خانه به شفاخانه نری، ضرور نیست، پدر تا نیجاست. بازم وقت فهمیدم که پدر شهید شده. پدرم نیست، این مصارف مکتب خرج روزانه ما کلش همه تقاطی که 30,000 سالانه میگیریم ماشش نیم میشه و تقاطی بر میتونه از اون پیش میبریم. مادرم هم جای کار کنه میتونه، هر جای رفت کار کنه گفتن خودت نمیتونی کار کنی. چرا مادرم 3-4 عملیات شده تیر کرده دیگه دوباره کار کرده نمیتونه.